با معلومات رسمی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد 7 دانشگاه‌های عالی و 22 کالج‌های کسبی تکنیکی فعالیت دارند که در آنها از روی رویه‌های گوناگون خوانندگان بعد ختم صنف 9 و صنف 11 بهره صاحبکسب شدن تحصیل را ادامه می‌دهند. اگر کالج‌های کسبی تکنیکی اکثرا در شهر و ناحیه‌ها موجود باشند، از 7 دانشگاه‌های عالی ولایت 5 عدد آن در شهر خوجند جایگیر بوده فعالیت دارند. در این دانشگاه‌ها از روی رویه‌های گوناگون در بخش‌های روزانه و غایبانه بیش از 43000 نفر دانشجویان از شهر و ناحیه‌های جمهوری تحصیل می‌نمایند. گرچه در دانشگاه‌ها شرایط‌های خوبی تعلیم برای دانشجویان فراهم آورده شده باشد هم، ولی نه همه دانشجویانی که از شهر و ناحیه‌ها برای تحصیل آمدند با شرایط زیست موقتی تامینند. در نزد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов 4 خوابگاه برای بود و باش موقتی دانشجویان عمل می‌کند که اساساً در آنها بیش از 1444 نفر دانشجویان یتیم، عائله‌های کم‌بضاعت طریق کوت پرزیدنتی قبول گردیده و دیگر دانشجویانی که از ناحیه‌های دوردست هستند با جای زیست تامین کرده شدند. دوام 2 سال اخیر حجره‌های بود و باش دانشجویان تعمیر و نوسازی شرایط زیست در آنها با طلبات روز مطابق کرده شده است. در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان 4000 نفر دانشجو در بخش روزانه تحصیل می‌نمایند. سال روان 420 نفر دانشجویان اساساً کورس‌های اول از ناحیه‌های دوردست برای بود و باش موقتی درخواست پیشنهاد نمودند، ولی 116 حجره خوابگاه توان 278 نفر را با جای زیست داشت که الحال در آن زندگی دارند. گرچه خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov و دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امکانات پرره فراگیری همه دانشجویان احتیاجمند به خوابگاه را نداشته باشند هم شرایط لازمه زندگی به دانشجویان در خوابگاه‌ها فراهم است. ولی وقتی در این روز بارانی به شرایط خوابگاه تعلیم گیرندگان مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند و خوابگاه دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند شناس شدیم، حالت بسیار ناگوار است. در این بنای 4 آشیانه در 3 آشیانه آن 146 نفر دانشجویان لیسه کسبی تکنیکی زیست و زندگی دارند. از سبب آنکه امروزها بنای تعلیمگاه در حال تعمیر و نوسازی است، درس‌های کسب آموزان تا زمان تعمیر بنا موقتا در دالان خوابگاه صورت می‌گیرد. در این روز روشن در دالان بنا به روشنایی راه گشتن دشوار است، حالانکه در اینجا درس جریان داشت. حجره‌های خواب تعلیم گیرندگان تعمیر کجا حتی شرایط لباس آویزی جای برای تیار کردن درس‌ها را ندارد. آشخانه خوابگاه، حمام و جای دستشویی و آبگیری به طلبات عموماً جوابگوی نیست. شرایط زیست و زندگی تامین گرمی حجره‌ها فراهم نبود و تعلیم گیرندگان در یک حال ناگوار در این روزهای سردی زیست و زندگی دارند. حالانکه این تعلیم گیرندگان به امید برای کسب آموزی به این تعلیمگاه آمدند و برای زیست و زندگی موقتی به صورت حساب مؤسسه مبلغ می‌سپارند. کدام ناحیه؟ دیواشتیش کورس چند نو؟ یکم کورس. هر ماه چند سومانی اینجا پرداخت می‌کنید؟ 30 سومانی. حالت دیگری باور نکردنی در این روز بارانی تا با آشیانه دوم فرآمدن آب باران است. دیوارهای درآمدگاه بنا را آب باران شسته حالت امروزه را از این هم بدتر ساختند. مأموریت مؤسسه تعلیمی لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر خوجند که این حالت را همه روزه و چند سال باز می‌بیند، چاره‌اندیشی کجا حتی تا دوره انجام کارهای تعمیر موقتا جای موافق برای تحصیل خوانندگان فراهم نآورده است. حجره‌های خوابگاه الحال برای زیست و زندگانی خوانندگان با اگر بهادهی نماییم در سطح میانه قرار دارد، زیرا که خوانندگان بخش اول که شماره زیاد را تشکیل می‌دهند و امسال از ناحیه‌های دوردست ولایت سوغد به نهایت شماره زیادی خوانندگان به صف خوانندگان لیسه داخل شدند و مأموریت مؤسسه، کماندانت خوابگاه و مسئولین تا حد امکان توانستند که به خوانندگانی که از ناحیه‌های دوردست هستند برای آنها با قدر امکان شرایط‌ها مهیا نمایند. سال گذشته از حالت‌های فوق‌العاده که در شمال‌های سخت شد، بمب‌پوش خوابگاه ولنگار شده بود. سرمایه‌هایی که عموما در صورت حساب مخصوص مؤسسه ما وجود دارد برای پرره تعمیر نمودن بمب‌پوش نارسایی می‌کنند و کفایت می‌کنند. آشیانه چهارم بنای خوابگاه مذکور را دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند برای تامین موقتی دانشجویان به اجاره گرفته است که از 3000 دانشجو تنها به 75 نفر شرایط زیست مهیا ساختند. حجره‌های دانشجویان تعمیر است، شرایط زیست موجود میباشد، ولی تامین نبودن حجره‌ها با پیچ‌های گرمیدهی و از شیفت دیوار فرآمدن آب باران زندگی دانشجویان را در این روزهای سردی مشکل ساخته است. و گفته دانشجویان دانشکده اقتصاد و سودا برای 10 ماه زندگی در خوابگاه 600 سومانی مبلغ می‌سپارند.
давоми солҳои фаъолияти донишкада маъмурияти муассиса барои таъмини боқимонда донишҷӯён бо хобгоҳ ягон чораандешӣ накардан ба аксари донишҷӯён дар хонаҳои хешу табор ва манзилҳои иҷора ки нархи гарон доранд зиндагӣ менамоянд ва аз манзили иҷора дида зиндагӣ дар хобгоҳро беҳтар медонанд. вобаста ба вазъи имрӯза ва талабот маъмурияти ин донишгоҳ ва дигар донишгоҳҳои ҳудуди вилоятро лозим аст ки вобаста ба афзоиши шумории довталабон дар мавриди шароити зисту зиндагии донишомӯзон андеша ва чораҷӯӣ намоянд. маҳмуд аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, Вилояти Суғд барои барномаи ахбор.